دوستان عزیز سلام، بازم خوش آمدین در یکی از آموزش های پایتون فور بگنرز، یعنی پایتون برای مبتدیان. ما در جلسات قبلی در رابطه با بعضی کانسپت های در رابطه با فایل هندلینگ در زبان برنامه‌نویسی پایتون با هم دیگه صحبت کردیم که ما یک سری مودها را داشتیم، با او بحث کردیم و چطور مثلا یک فایل رایت میکنیم، چطور رید میکنیم و کدام مودها هست. با این موضوع صحبت کردیم. در این جلسه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنیم، اما در کد، که مثلا ما چطور میتونیم در کد پیاده بکنیم. امیدوار هستم که بحث همچنان برایتان شیرین و جذاب باشه و در قسمت تطبیقی از او کانسپت ها در اینجا انشالله بنده را تا آخر ویدیو دنبال بکنین و با هم دیگه بفهمیم که چطور ما مثلا میتونیم یک فایل رید بکنیم به حالت ساده، به صورت باینری رایت بکنیم و همچنان حالت ها و مودهای مختلف را که ما در ویدیو قبلی بررسی کردیم. دقیقا این ویدیو مکمل ویدیوی اول است، چون به خاطر که ویدیو زیاد طولانی نباشه ما به دو بخش تقسیم کردیم که شما بیشتر بتونین فوکس بکنین و این میتود ها را اول از بر بکنین، بعد بیاین در قسمت کد اونا را استفاده بکنین. خب اگر بار اول است در چینل بنده سر میزنین، دوستا چینل ما را سابسکرایب بکنین، زنگوله روی آل قرار بدین. در روزهای بعدی وقتی ما محتوا تولید میکنیم شما اولین کسایی هستین که محتوای ما رو میبینین و از او استفاده میکنین. و اگر ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنین تا برای افراد بیشتر پیشنهاد شه و اونا هم از این ویدیو استفاده بکنه. و اگر سوالی دارین در بخش کامنت بکنین، ما در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ میدیم. خب میریم سراغ بحث خود. خب دوستان، ما اگر خواسته باشیم در قدم نخست حالا بخوایم یک فایل رایت بکنیم، ما اونطوری که در ویدیو قبلی با هم دیگه صحبت کردیم، ما یا مثلا وقتی یک فایل را باز میکنیم در اون صورت ما مثلا یک فایل نیم داریم و یک همچنان چی داشتیم، مود داشتیم. حالا مودهایش میشه همون مثلا حالا رید، رایت، حالا کرییت یا مثلا دیلیت، حالاتهای زیادی داره. و ما اگر خواسته باشیم که کار با فایل بکنیم، ما اینی به صورت بیسیکش ابتدایی ترین اینی 4 تا کلاس را نیاز داریم که قبل از قبل هم ایمپورت بکنیم. اول کلاس OS است و همچنان اینی کلاس است و همچنان این کلاس است و همچنان این کلاس که با پت ها کار میکنه به نام پتلیپ میگه که ما مثلا کلاسی پت را از اونجا ایمپورت میکنیم. و اکثر توضیحات در اینجا به صورت بیسیک اینجا نوشته کردم که فایل چی کار میکنه وقتی شما این میتود را رن بکنین. این برای شما به عنوان توضیحات در اولش گفتم میشه که ما مثلا چی کار را کردیم. ایناش زیاد مهم نیست، فقط در اینجا مثلا ما میایم یک وریبل میسازیم به نام text path که مثلا به نام چی یاد میشه دوستا، write.txt. ما حالا میایم از متد وید استفاده میکنیم که فایل مثلا حالا چی کار میشه. یک مثلا ما داشتیم فایل نیم داشتیم که فایل نیم رو ما در کجا در اینجا تعریف کردیم در یک وریبل مستقیم میشه که شما در اینجا هم تعریف بکنید. و مود چی است؟ رایت است. از W خالص استفاده کردیم و انکودینگ کردیم دوستان. انکودینگ از UTF-8 است دوستان. UTF-8 یک از فرمات ها و یونیکود های بین‌المللی است که در بخش مثلا حالا فارسی را همچنان سپورت میکنه که وقتی ما شما خواسته باشیم عملیه را انجام بدیم. و ما وقتی کار کردیم این را حذف در یک چی، در یک آبجکت به نام چی ذخیره میکنیم، در آبجکت به نام فایل یا به نام f. اینا رو میایم چی کار میکنیم؟ از آبجکت f استفاده میکنیم دات رایت متد چی را یا مود رایت را استفاده میکنیم. اینی متن چی کار میکنیم؟ در فایلی که ما در اینجا ساختیم در اینی آدرس چیکار میشه؟ ساخته میشه. ما اگر بیایم در فولدر که کد ما قرار داره اینجا فقط فعلا چی هست؟ فایل دات پای هست. و اینا وقتی ما اینی فانکشن را میایم در اینجا رن میکنیم، البته حالت باینریش را ما ساختیم، شما دوستا با اینی شبکه است چیکار میشه؟ رنج باینریش ساخته میشه و وقتی ساخته شد برای ما میگه که مثلا فایل شما در این چی شد؟ کرییت شد. برای ما پرینت میکنه. ما در اینجا حالتی مثلا کلین اپ شه، وقتی مثلا اینی چی میشه؟ ساخته میشه و بعد از اون باید پاک هم شوه. من میتونم پاک فعلا کامنت کردم چون به خاطر که شما ببینین که چطور اینجا ساخته میشه. این ما کنترل اس میگیرم، میایم چیکار میکنیم؟ کد خود را python file.py چیکار میکنم؟ رن میکنم. بله دوستا، در اینجا در مورد چی گفته که مثلا یک فایل به حالت تکست و همچنان به نام باینری هر دو فرمتش چیکار شد؟ کرییت شد. این حال اگر ما بیاییم در داخل از این فولدر میبینین یکی exe write.bin داریم و یکی هم چی داریم؟ exe write.txt داریم. ما اگر تکست رو باز بکنم شما دوستا میسیج را که ما خب میبینین دوستا که اینجا نوشته است hello this file was created by the example write.py، یعنی توسط چی؟ فایل هندلینگ پای چیکار شده؟ پایتون چیکار شده؟ نوشته شده. که مثال ما در کجا بود؟ اینجا در داخلش چیکار شده؟ این فایل نوشته شده که یعنی ما اومدیم فایل رو چیکار کردیم؟ با استفاده از مود رایت چیکار کردیم؟ رایت کردیم.
این چی بود دوستا؟ از مثال اول بود. ما اگر خواسته باشیم که ایره دیلیت بکنم، فقط اینو میایم چی کار میکنم؟ ایره اینجا ان کامنت میکنم و البته که اینی که اصلا خودش چی هست، خود تشریحات هست دوستا. ما ایره باید کامنت بکنم کنترل اس و در اینجا بیایم یک CLS بگیرم CLS و ایره چی کار بکنم؟ دوباره رن بکنم. این حالی چی کار کرد؟ اینی فایل ها رش کرد remove.bin و همچنان .write. وقتی ما در اینجا بیایم دیگه چی وجود نداره که هم از متدای چی هست دوستا؟ از متدایی که رایت میکنه. خب بسیار خوب، ما ایره فعلا کلوز میکنم و میایم ایره کلان چیکار میکنم؟ ایره کامنت میکنم، میایم روی مثال بعدی که مثال بعدی ما و شما در رابطه با ریت هست. ما ایره یک دفعه میایم چیکار میکنم؟ ان کامنت میکنم. خب دوستان ما اگر خواسته باشیم یک فایل چیکار بکنیم؟ ریت بکنیم. ابتدا مثلا حالا فرض کنیم که ما یک فایل داریم به نام exe.read.txt. ما اگر خواسته باشیم که این فایل داشته باشیم اول رایت بکنیم بعد از ریت بکنیم. که در اینجا مثلا اوپن ما همونطوری که گفتیم یک فایل نیم داریم، اف نیم در اینجا گرفتم یا فایل نیمش فرق نمیکنه و از متد از مود چی ما همونطوری که مثلا در اینجا اومدیم در توتوریال پوینت اگر بیاین در بخش مثلا فایل هندلینگ در قسمت مود ما از متد چی یعنی آر خالص مثلا به نام چی است؟ مود آر یعنی رید کردن از این استفاده کردم. من این قسمت فعلا نیاز ندارم. اینا چیکار میکنم؟ چون به خاطر که ما یک بار چی میکنیم کد خود را که رن میکنیم ما نیاز داریم که حداقل ببینیم که چی عملی انجام شده. ما رن میکنم به خاطر که ما اینی متدی که در اینجا هست دوستا example read.file باید در اینجا کال بکنم که اینی خب example.file ایرا دوباره میایم رن میکنم. بله فایل ما چی شد؟ رید شد و همچنان رایت شد. بعد از اون رید شد ما اگر در اینجا بیاییم باید یک فایل به نام example.read چیکار شود؟ ایجاد شود که و در اونجا حتی در کامند لاین برای ما همون چیزی که ما خواسته بودیم در اینجا کانتنت را خوانده و برای ما پرینت داده که کانتنت ما چیکار کرده بودیم در اینجا رایت کرده بودیم و در اینجا این فایل نیم رو برای ما چیکار کرده؟ نشان داده که و اینجا همون پرینت نهایی را در این چیکار کرده برای ما. در قسمت کامند لاین اگر ببینید ما اینجا گرفته بودیم کانتنت و پرینت کرده برای ما که از متد چی f.read استفاده کرده بودیم. و حالا اگر بیایم در اینجا ما این تکستی را باز بکنیم میبینید در اینجا دوستا چیکار کرده برای ما نشان داد. بسیار خوب و این از متد چی بود. و حالا اگر ما خواسته باشیم که این فایل را دیلیت بکنم دوستا بسیار با سادگی میایم این چی را از اینجا کامنت میکنم. یعنی مثلا os.remove از کلاس os استفاده شده و دوباره میایم در اینجا یک بار دیگه رن میکنم و اگر شما در اینجا بیاین دیگه او فایل موجود نیست. بسیار خوب و دوباره ما نیاز دارم که رن کامنت بکنم که با مثال های دیگه قاطی نشوم. و در متد بعدی ما اینجا میخوایم که چیکار بکنیم؟ رینیم بکنیم. در رابطه با رینیم و دیلیت کردن در اینجا صحبت میکنیم. برای ما چیکار میکنم؟ او فعلا اینی متد را که من نیاز ندارم ایره چیکار میکنم؟ کامنت میکنم. انشالله بعدا اگه خواستیم فایل حذف کنیم میره چی میکنیم؟ خب ما با خاطر رینیم کردن دوستا اول میایم یک فایل ایجاد میکنیم بعد از او میایم از متد رینیم استفاده میکنیم که شما اونطور میبینید که اول فایل رایت میکنیم بعد از او فایل کلیت شد میایم چیکار میکنیم؟ او را رینیم میکنیم به همین سادگی. خب ما دوباره میایم چیکار میکنیم؟ این فایل را رن میکنم python file.py در اینجا. بله ما اگر حالا بیاییم در این فولدر ما در اینجا یک فایل به نام رینیم داریم و همچنان در بخش کامند لاین اگر ببینیم ما فایل را مثلا اول به نام چی بود؟ sr بود و بعد اون رینیم کردیم dst.txt شده که رینیم شده. و اگر ما خواسته باشیم را حذف بکنیم مستقیما میایم از متد os remove و او را حذف میکنیم. ما فکر میکنیم که دیگه نیاز نیست که ما کار تکراری انجام بدیم. ایرا ما دوباره اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا دیکشنری فایل هست که در رابطه با پت های مختلف در فایل مثلا حالا ما پت های مختلف را میتونیم داشته باشیم در درایو های مختلف. اینجا میایم در رابطه با این صحبت میکنیم دوستا که شما چطور دایرکتوری های زیاد را مثلا بتونین توسط از این بخش چطور بتونین پیدا بکنین.
مثلا در کدام دایرکتوری باشه و در اینجا برای شما گفته که فولدر مثلا به نام ساب ما فولدر میسازیم. شما هر قدر فولدر ساخته باشین مثلا میتونین که فولدرهای زیادی را مثلا بیاین از این بکسلش استفاده و فولدرها را تعریف بکنین. به همین سبک دوستا فولدرها تعریف میشه. ما فعلا یک فولدر جدید تعریف کردیم که در داخل از اون میتونیم این کار ذخیره بکنیم. با استفاده از متد شتل میتونیم این کار انجام بدیم. خب ما این را سیو میکنیم دوستان. بیایم یک بار متد خود را در اینجا کال میکنیم example directories. بله این را سیو میکنیم و میایم در اینجا کد خود را رن میکنیم. بله کد ما رن شد. تری میگه یا مو دایرکتوری تری موفقیت ایجاد شده و ما میریم این قسمت را باید اگه فهم کامنت بکنیم و در اینجا بیایم CLI بگیرم. بله حالا باید یک دایرکتوری فقط ساخته شده باشه با سب فولدرش. در اینجا فولدر هم ما چیکار کردیم ایجاد کردیم. ما پیشتر مثلا این فایل دیلیت نکرده، فایل فقط در همین چیش ما فقط توسط از این کد چیکار کردیم یک دایرکتوری را ایجاد کردیم. اگر شما خواسته باشین دایرکتوری حذف شه کافی است که اینی بخش را چیکار بکنین از متد شتل استفاده کنید و را حذف بکنید. خب این را ما چیکار میکنیم دوستا؟ فعلا دیگه با این مثال کار نداریم. میره کامنت میکنیم و در مثال بعدی که ما بعضی متدها در رابطه با فایل داریم که میایم این متد را با هم دیگه کار میکنیم مرور میکنیم ببینیم که مثلا چطور. البته فعلا اینمی قدر ما کار داریم این متد دیگه را چی نمیکنیم. فقط در اینجا میایم که example البته methods سیو میکنیم و ایرا سیو میکنیم و اینجا هم تا از حذف جلوگیری شود. خب ما کد رن کردیم. اینا مثلا ما البته یک بار دیگه باید ما اینا رو دیلیت بکنیم از اینجا با تنهایی باشه که ما با آسانی بفهمیم که مفهوم و کانسپت چی است. ما رن میکنیم. حالا شما در اینجا وقتی بیایین ما مثلا فایل یک فولدر ایجاد کردیم و همچنین یک فایل در اینجا چیکار کردیم ایجاد کردیم. گفته OS متد. بعضی متد هایی که در رابطه با خود فایل هست. فرض کنیم کدام متد ها هست دوستا؟ در اینجا مثلا ما اومدیم متد رایت استفاده کردیم، استدش را در اینجا چی کردیم، اکسسش را کار کردیم و مثلا mkdir را مثلا که چطور یک دایرکتوری را میسازیم و اگر خواسته باشیم حذف بکنیم دایرکتوری خود را میایم اینی را چیکار میکنیم کامنت میکنیم سیو. اینا ما اگر بیایم یه چی کنیم CLI و در اینجا بیایم رن بکنیم میبینین دوستا چی شد. چیکار میکنیم حذف میکنیم به خاطر که از قبل ساخته شده بود به خاطر در اونجا وجود داشت. این باید یک اکسپشن را ما کال میکردیم. اینا دیدین دوستا ام چی کار کرد؟ ام فایل ها را ایجاد کرد. ام استیچ برای ما شما نشان داد که این قدر حجمش است، سایزش این قدره، ریدیبلش ترو است، مثلا کلی چیزایش. یعنی فولدر ایجاد شد بعد از ریموو شد و فایل همچنان ریموو شد. در اینجا ببینید چه فایلی وجود نداره. خب این هم از این دوستا از متد مثلا متد هایی که در رابطه با فایل وجود داشت مثلا چطور سایزش نشان بدیم و مطابقه موارد. در اینجا مثلا مثال آخری که البته مثال آخری باش که تا کدام قسمت هست. بله تا اینجا هست. ما ایرگان کامنت بکنیم دوستا. ان کامنت میکنیم در رابطه مثلا با مرج فایل دو دونه فایل چطور با هم دیگه چیکار کنیم بیچسبونیم. ما اول اینی را چون به خاطر که ما اگر را اینجا بگیریم باز فایل ایجاد میشه و ما چی نمیفهمیم و دوباره ریموو میکنه. ما اینجا میخوایم که اول نه کنترل زید کنیم یک بار CLS شما با دقت دیده بتوانید و ما را سیو میکنیم. در اینجا فقط کافی است که متد example فایل مرج را کال بکنم python.file. حالا فایل چیکار شد؟ دو تا فایل اول یکیش که هر دوش کرییت شد بعد از اون چیکار شدن مرج شدن. ما اینا اگر در اینجا بیایم فایل های مثلا جداگانه و چی اینی کسا نهاییش هست ای هست ای بی هست و اینی هم نهاییش هست که دو تا فایل ای و بی را چیکار کردیم با هم دیگه چیکار کردیم مرج کردیم در یک جای. و ای بود از طریق مرج کردن دوستا که ما چطور میتونیم دو تا فایل را مرج بکنیم و فعلا حذف نمیکنیم
و حذف کردنش هم بسیار ساده است. مثلا حالا اگر از اینجا هم چی بکنیم، از اینجا هم اگر با این که به سادگی شیفت دیلیت بگیریم بر شما حذف میشه، نگران کننده نیست. خب و در رابطه و آخرین مثال همی که مثلا شما اگر خواسته باشین کل از اینا را یک دفعی رن بکنین و بعد از او بیاین چی را پد را چیکار بکنین رن بکنین توسط متد من که امی آخرین مثال بود دوستا. دیگه مثال دیگه وجود نداره. ما در این کد آمدیم کلا متهایی که وجود داشت، مرج مثلا چطور سایز فایل بفهمیم، استیتش بفهمیم، چطور رید بکنیم به حالت باینری، چطور رایت بکنیم، کلش را در این کد چیکار کردیم کار کردیم دوستا. دقیقاً اینمی نمونه اینمی کد را ما در بخش گیتاب آپلود میکنم، در دیسکریپشن از این ویدیو قرار میتونم. اگر شما خواستین که به صورت به همین منوال پیش برین میتونین که از این استفاده بکنین. و همچنین در توتوریال پوینت هم مراجعه بکنین. آدرس وبسایت را میگذارم من بخش پایتون را، شما میتونین از اینجا همچنان بیاموزین که بعضی متدهای در رابطه با متای فایل بود که اونا را هم شما بیشتر میشه پرکتیس بکنین. خب خلاص بحث ما همین بود. امیدوارم که برایتان این بحث جذاب و دیدنی بوده باشه و همچنین چیزی آموخته باشین. اگر بار اول که در چنل بنده سر بزنید چنل سابسکرایب بکنید، زنگوله رویال قرار بدین. در روزهای بعدی وقتی ما ویدیو آپلود میکنیم شما اولین کسایی هستین که ویدیوهای ما رو میبینین، از این استفاده میکنید. ویدیو رو همچنین لایک بکنید تا برای افراد بیشتر پیشنهاد بشه و اونا بتونن از این استفاده بکنن. بدرود تا جلسه بعد. الله یار و نگهدار همتون.